نکاح اجدا میکنن بعد اونجا میرون اینو مقصد که خلاصتوی هم بازن میگیرن اون کامپیوتر که اروس هم میگیرن برای گراجدان است و حضرت بیان باید نکاح کنم باید همسری دیگیش اگر در همه جا رفتنی باشه اول رفته باشه حلنامه سود گیری اول نکاح کنه ببره بخی بله اگر همونجا باشه همونجا که باشه یک آدم وکیل میکنه در اینجا یک آدم وکیل میکنه مثلا پدرش یا برادرش او با وکالت همه نفسی همو چرا قبول میکنه برای که نکاح با تلفن نمیشه تلفن هیچ وقت مکان واحد مجلس واحد حساب نمیشه اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی از لاغری به اشتیایی بودن از وزن نالازمه پرستاتیت درد دل درد گرده درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید کمی از بیماری خود معلومات دهید دوره های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد دوملو من در باشین اکران کار میکنم همه بولو در نماز من با ایمو شورا میخونم تیمم میکنم با ایمو شورا میخونم من گفتم اگر یکی برای ایوروستا پیشاوت بگیرم بولو میپرونی نمیفرم برای حاجت خونه کو میفروی اگه برای نماز فرض الهی نمیفروی اگه تو زور غیرت کنی در هم جای کارت پیشین عصر میخونی آخی همین دو نماز ای با نمیدونی تو دانو خدا او در تاب دست خیلی بلنده کو او خیلی بلنده او همین زور باشه چنین ایتاجه ای همین دین ایج عبور دل بود 8 ایتاج دست تو 8 ایتاج برو اومده آدمای تری وازبین آخه اگر به شرط همت باشه کو به خدا قسم جای یافت میشه همین ما استودیم بده در این همین جزیره همین طلبای جزیره ما آخه همین جزیره را وقتی هوی کردن ما کورسیده بودیم همین اول با فاکولته که همین جزیره رفته است فاکولته ما بود فاکولته شرق شناسی این همین لینگافونی کابینت ها بود بعضی اودیتوریوی خالی بود همین وقتی میدیدیم که تری نماز قضا میشه کو بعضا دیر ترک میشید درسو خب دماغ همونجا میرفتیم میخوندیم یک کس اتس همه ایستاد در وقتی مکروهیش هم که میخونی وقتی بخون قضا نکن برای قضا کردن نماز گناه کبیره ای و این نماز آخه این نماز مطلقه یک نور دوره یا صفا دوره حتی این همین نمازی را که با مستحب میخونن کو اگر به شرطی که مانع آب انسان باشه اینا یک ماه گرفتن حبست کردن نمیمونند که اوقاتی طهارت کنی تو مستحب میکنی نماز میخونی ها ایام زندان که برمادی یا ماه نماز تا قضا میکنی برای که مانع تو انسان شدگی ای اگر هم یک کاری طبیعی باشه کسل شدی یا هم او نباشه این حالتو ده اشکال نداره میشو مقصد همون تیمم کردی خوندی به همون خلاص نه که اگر مانع تو انسان شوه همون رو ایسری نه همه همون نمازا رو طهارت میکنی و همش قضایی میخونی و این کاری جدیه بچه میگم که نماز فرمان خدا ای ساعت قبول الله ای وقتی ساعت قبول الله رسید دیگه همه باید دم بگیره تمام نماز باید ادا شود خدای مراسم حج ده یا مسافر تای ترسیک در کاریدور گشته است او ترسیکوی سویتسکی بود کو کابوتاک سیاحت تاریخ کرده یا حاجی ایت گارانگیت چکو کردشتی او میگه خوب میرم اما خوب میرای تای ترسیک میگردی تای ترسیک خوب میرای من میگه عادت نکردم با باشین و با ایزو خوب کردن نمیتونم میخونه و با تو حاجی شیدای اوه مردم هم در هم اروپا را در شب با لباسی شب مراسم حج ده یا مسافر تای ترسیک در کاریدور گشته است او ترسیکوی سویتسکی بود کو کابوتاک سیاحت تاریخ کرده یا حاجی ایت گارانگیت چکو کردشتی او میگه خوب میرم اما خوب میرای تای ترسیک میگردی تای ترسیک خوب میرای من میگه عادت نکردم با باشین و با ایزو خوب کردن نمیتونم میخونه و با تو حاجی شیدای اوه مردم هم در هم اروپا را در شب با لباسی شبونه دارن اوه پیژامه میپوشن ایزولا میکشید نمیفهمن یا خیلی بچورا همونجا نوشتگیه که همین مرد زنش از نظر شرعی نیست طلاق کرد نوشتگیه همینطوری من خودم دیدم همین پونک در همه حلنامه هسته و وقت امضا میکنه تو در تاش این طلاقی کتبی میشوه
این علاقه طلاق شده است کارشون نبود که کردن مقصد بعد نکاح کنن و خیام بعد هم گرفتن حلنامه سودی ای سرین هم بله بله بعد یعنی حلنامه سود گرفتن تو انا حلنامه سود امضا نکنه طلاق نمیشه همونجا که که طلاق میشه بله بله خداوند حفظت کنه پروردگار از جمیع بلا و گزندان نگهبانت باشه و صاحب نبیروهای خوب صالحت کنه سلام علیکم بعد آقاش بسیار شد همون جداکریش برای چیه؟ اینجا نکاح جدا میکنن بعد اونجا میروند این مقصد که خلصتوی هم به زن میگیرن اون کمپیره که او سن میگیرن برای گرجده است با حضرت بیان باید نکاح کنم باید همسر ایجاگیش اگر در همه جا رفتنی باشه اول رفته باشه حلنامه سود گیری اول نکاح کنه ببره باقی بله اگر همونجا باشه همونجا که باشه یک آدم وکیل میکنه در اینجا یک آدم وکیل میکنه مثلا پدرشه یا برادرشه او با وکالت همه نفسی همون چرا قبول میکنه برای که نکاح با تلفن نمیشه تلفن هیچ وقت مکان واحد مجلس واحد حساب نمیخوره همدیستی سالگیش ازدواج کرده است در 9 سالگیش ازدلاف در 6 سالگیش ازدواج کرد نه که در خونه پدرش بود 9 سالگیش در بعد انم 6 سالگی در نکاح کرده است ازدواج همون نکاح است در 9 سالگی به حضرت دیده خونه خودش آورد خلوت در 9 سالگی شده انا همون خیلی ها بله هم شام که گفتن بین عصر شام پیش شام نکاح نمیشه نه که طلاق میشه در طلاق مجلس واحد در کار نیست در طلاق شاهی در کار نیست طلاق اگر نمی مردک در خونه خودش تو قشتگی باشه با همین آوازی که گوش خودش میشنوه هم بگه میشه حاجت به شنیدن زنکم نیست برای هشتونه در سرتون گیره این طلاق جدیه همه آواز قطعی خودش میشنوه گفت طلاق میشه تلفن قطعی هم که طلاق کرد طلاق میشه فقط تلفن هم یه مشکلی داره اگر یک خونه سوخته گور سوخته به ایمان باشه همون مردک دعوا کنه که نکدم دروغای در کذت کدش نمیشه برای که آواز میشه که مقصد دیگرگون کنن به همون شکلی همون کنن SMS هم میخیله نه که اگر تصدیق کنه که خودم کردم دیگه طلاق های جای گرم نیست لبه و نوران و هدن و رحمه پروردگارا ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت را ثواب این نعتهایی را که قاری و الحال با 1000 سوز و گدا سرودن ثواب امر با معروف و نهی از منکر که الحمدلله در این محفل سنتی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار گردید ثواب این نان و طعام ها که اهل این منزل به خاطر خشنودی و رضای الله به خاطر احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده کرده‌اند اولا به درگاه بی‌نیازت بپذیر بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبرانت خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگار و روح آن حضرت را از امتی که وقتی خداوند صاحب فرزند شو میکنند به شکرگزاری نعمت الله به سپاس از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم محفل عقیقش برگزار میسازند شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان و فردا روز قیامت از شفاعت آن حضرت بابای امردین تفلک خوشبخت جان برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند با نصیب گردان بعدا برسان به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات جمیع روح ارواحی که از صاحبای منزل امید دعا دارند خاصتا به روح مرحوم خوشبخت جان برادر امردین انشالله به خاطر احیای نام برادرش نام فرزند خوشبخت مانده است خداوند خوشبختی واقعیش گردان پروردگار رو طرز بزرگش کن که دیگر
همو غم و اندوه و مصیبت از قلب بیبیش دور بگردان. شادی و نشاط پدر خانواده بگرده. فرزند خوب صالح عالم قاری و محب به کمالش برسان. پروردگار و فیض برکات خیرات خیش را هرگز از این منزل، از این محفل، از این محله، از این دیار، از خاندان برادرای دست به دعا برداشته من قطع نگردم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک. با بلندتر فروش هم برادر سوال کرد که مقصد خیلی فروش میگم یک دو ساعت وقت سحر رو بگم میرم میکنه کوشم میاد معلومات تو عبید اگه وقت مجلس میشه تو بیگار با رفت آمد دوران مقصد با گوگو هستی کی مثال میگن انا سرلی یا کی تین مورچه و هم خیلی چیزا مقصد این میگه که همسری ما کرود برو یا نبرو یا مقصد اجیاتی